دیجیتال چیست؟ کجا شروع کنیم؟ سلام دوستان، من کمال حقجو هستم از چنل وکرتک ما را مشاهده می. ارز دیجیتال یک نوع پول است فقط به صورت الکترونی وجود دارد و مثل ارزهای دیگر یورو، پوند، دلار فیزیکی نیست. این ارزها در یک سیستم خاص به نام بلاکچین ذخیره و جابجا می شود و هیچ بانک دولتی کنترل روی آنها ندارد. حالا شاید بپرسید چرا مردم به این ارزها علاقه دارند؟ چند دلیل مهمی دارد. غیر متمرکز بودن، هیچ کس نمیتواند آن را مسدود کند. امنیت بالا، سرعت، مثلا اگر بخواهید پول را از یک کشور به کشور دیگر بفرستید. از کجا شروع کنیم؟ آموزش ببینید. قبل از هر چیزی درباره این بازار یاد بگیرید. یک کیف پول دیجیتال بسازید. این همون جایی است که ارزهای دیجیتال خود را نگه می‌دارید. در یک صرافی معتبر ثبت نام کنید. این فقط مقدمه بود برای آشنایی با دنیای ارزهای دیجیتال. اگر سوالی دارید حتما در کامنت بپرسید و حتما جواب میدهم. اگر ویدیو برای شما مفید بود لایک کنید و برای ویدیو بیشتر کانال را دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی. خدا حافظت.